بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه. من MC4 هستم و خوش اومدید به این قسمت ویدیو من. اومدید از تایملاین میخوایم برید راجع به زیباترین دخترهای جهان توی مثلا بازیگری همه چی هست بریم نگاه کنیم. زیباترین دخترهای جهان رو با هم ببینیم که ببینیم کدومشون زیباتر هستن و بریم نگاه کنیم. حالا من که دارم اصلا میرم نگاه کنم از داخل گوگل سرچ میکنم و میریم مطالب رو با هم میخونیم اصلا چه دختری زیبا هستن. ولی قبلش حتما حتما سابسکرایب بزنید، زنگوله رو بزنید که اول نفر بشید که بتونید ویدیو من رو ببینید و من ویدیو رو بذارم آگاه بشید ازش و کامنت نکتیسی هم یادتون نره که یوتیوب بفهم شما ربات نیستید. خب بریم برای این ویدیو جذاب. خب مورد اول رتبه دهمو داره، اسمش کارا دلوینگنه. آره دلوینگنه با 89.99%. عکسش هم که اینه این مدل مشهور 30 ساله بیشتر به خاطر ابروهای پرپشتش شناخته می شود که همراه با لب‌های خوشگل و خوش فرمش و او اجازه میدهد تا در لیست 10 نفر برتر قرار بگیرد. با این حال اگر او پیشانی کوچکتری داشت در فهرست بالاتر میرفت. پیشانی کوچکتری مثلا یعنی پیشانیشه، اینم یعنی دوتا بد نیست، یکیش یه ذره خب مورد بعدی دیت فکر کیتی پری. آره کتی پری این انگلیسی اینجور نشه، کیتی پری به فارسی میشه. 90% و 8%. اینشون هم هستن با فیس توجه به نسبت طلایی بینی کیتی. آره بینی کیتی پری 37 ساله بهتر ویژگی او است، به خصوص قاعده بینی او به نسبت پهنای لب او که 98.8% امتیاز رو به دست آورد. چانه او کمترین درصد رو نسبت به سایر ویژگی‌هایش داشت. فرم صورت او نیز یکی از نقاط قوت او محسوب می‌شود. فرم صورت این منظورشه بد نیست. چشاش مثلا رنگی خیلی چشاش مثلا خوشگل و مثلا به چشاش دقت کنی واقعا چشای خوشگلی داره. مورد بعدی مورد سوم ناتالی پورتمن. آره 91% میگم 100% بعد ایشون هستن بدون آرایش. این هم بدون آرایشه، این با آرایشه، درسته؟ احساس می‌کنم یه جوریه ولی حالا ولش کن، برای ما صحبت چی می‌کنیم. با امتیاز 99% چشمان این بازیگر 41 ساله واقعا خوب است. چشمانش با این حال ناحیه ابرو و لب‌های او هر دو کمترین امتیاز رو در میان ویژگی‌های چشمگیر صورتش کسب کرده. دماغش عمل کرده. نمیدونم حالا. آره دماغش عمل کرده، دماغ صافی داره. خب مورد بعدی فکر کنم چند میشه؟ 4 میشه، درسته. مورد 4 اسکارت جوانسون 90% و 91%. این بازیگر 37 ساله امتیاز تقریبا 99.9% رو به چشمان خود کسب کرد. چانه او با 99.4% امتیاز دومین ویژگی برتر اوست. او کمترین امتیاز رو برای فرم صورت و لب‌های خود کسب کرده است. خوشگله واقعا. کیت ماس کات موس زدن بالا به انگلیسی 91% و 5% زده. فاصله پیشانی چشمای ابرو این سوپر مدل 48 ساله دو مورد از بزرگترین
مزیت‌های صورت اوست. با این حال با توجه به نسبت طلایی ناحیه ابرو و شکل صورت او کمترین امتیاز را کسب کرد. با توجه به نسبت ناحیه ابرو یعنی چی؟ و شکل صورت او واقعا نمیدونم. این همه حالا عیب نباشه این جره کجای خوشگله وجدانم. بریم بعدی. این خوشگله سیلور آره بکنم سویفت یا سوفیا من میشنم سیلور سویفت 91 و 64 درصد داخل رتبه پنجم داره داخل بهترین و خوشگل‌ترین زمین جهان. چانه و بینی خواننده چانه و بینی خواننده 32 ساله با توجه به نسبت طلایی امتیاز 97% را به خود اختصاص داده. واو، یعنی چی؟ یعنی چانه و بینیش خداوکیل اینقدر خوبه که آره وجدانم نه خداییش حق 97% را به خود اختصاص داده. چانه و بینی داره. ابروهای او با 83% کمترین امتیاز را در بین سایر ویژگی‌های صورتش کسب کردند. بد نیست حاجی. اینو برو وای. بریم مورد بعدی. شماره 6. این خدایی واقعا خوشگله. عکسشو ببینید نگاه. آریانا گرانده 91 و 81 در صدم درصد امتیاز داشته. الان با توجه به نسبت طلایی پیشانی، بینی، چانه و لب‌های این ستاره 29 سالشه. حاجی پرام خیلی خوشگله. این ستاره 29 ساله پاپ از قوی ترین ویژگی‌های صورت او هستند. ابروهای او کمترین امتیاز کسب کرده. ابروها هرچی از خیلی خوشگله بود. میدونم چجوری دیدتون اومده رتبه 4 رتبه 4 رو بهش بدیم. خب بریم سراغ امبر هرد. امبر هرد مورد بعدیه 91 و 85 درصد. این بازیگر 36 ساله با امتیاز 99 و 6 درصد چانه تقریبا کاملی دارد. دماغش هم نمره خیلی بالایی گرفت. با 80 درصد و 2 درصد فرم صورت او کمترین امتیاز رو در مقایسه با سایر ویژگی‌های بقیه کسب کرد. بارش خوشگل‌تره، بدونانش خوشگل. نظر بنده است تا خودم بدم تا اینجور نظر. خب مورد بعد بیانسه اسمش آشناست انگار اسمش. بیانسه 92 و 44 درصد. این ستاره 40 ساله با توجه به نسبت طلایی فرم صورت تقریبا عالی با امتیاز 99 و 6 درصد دارد. ابروها و بینی او در مقایسه با سایر ویژگی‌های صورتش کمترین امتیاز را کسب کرده. ابروها و بینیش. ابرو بینی 40 سالشه. چه طبیعی خودی. خب مورد بعدی و آخرین و اولین کسی که رتبه جهانی گرفته بلا حدید 94 و 35 درصد. صدم درصد ببخشید. این مدل 25 سالشه حاجی. اسمو 60 سال مسئله نه البته 60 ساله که خیلی زیاده. مثلا 50 ساله باز کنم. این مدل 25 ساله بیشتر امتیاز رو برای چانه خود با 99.7 درصد دست آورده. واو راست میگه حاجی. چه چونه‌ای داره. راست میگه. پس از آن وضعیت چشم با 97 و 65 درصد و پیشانی او با 97 درصد قرار داره. کمترین امتیاز اون مربوط به ناحیه ابروهایش. راست میگه. ما این ابرو اوکی نیستن ولی من از نظر من خوشگل‌ترینشون خب اینه آریانا گرانده. از نظر من این خیلی خوشگل‌تر. اما چرا به این رتبه اول این چرا نداره؟ خدایی خیلی خوشگله به این. من نمیدونم نظر جهانی حاجی. حالا دور از این بحث وجدانم این خیلی خوشگل‌تر تا بقیه.
ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. حتما به سابسکرایب بزنید که جزو سابسکرایبران باشید، چون خیلی از ویدیوهامون نمیتونن سابسکرایب، کسی که ساب نکردن نمیتونن ببینن ویدیوهامون. دکمه زنگوله رو بزن که بتونی ببینی ویدیوهامو و کامنت انگلیسی هم یاد نره که حتما بزنی، باعث میشه که یوتیوب بفهمه شما ربات نیستید. آقا حرفی نمونه، خیلی ممنونم که تا اینجا با ما بودید و حرفی نمونه. فعلا پس به امید یا علی.